سلام. سلام علیکم. سر خوبی؟ بخیر باشی. سلامتی؟ پایمایت خوبی دیگه؟ شکر. تمام. سر خوبی؟ سر خوبی؟ خوبی؟ سلامتی؟ خوبه سلامتی؟ بخیرید؟ سلامت باشید. سر پایمایت خوبه دیگه؟ شکر. خوبید؟ میگذره الحمدلله. خبر دیگه مصاحبه خوبه؟ پخشم خوبید؟ بدنیه. بخیر باشید. سر در تو یکم میوه آوردم. دخترشون گفت یکم او سیو میوه خوش داره. ما از خاطر یکم سیو در تو گرفتم آوردم خسر. خانه بود. دیگه خوبی؟ شکر خدا. سلامت باشی خسر. میگذره بعد. شما سر قیمه. دختر اصلا خوبه. خسر یه خورده مشکلی که ما پولی داریم. منم صاحب خانه از خانه بدر کردم امروز ما تا دیگه رخص کردیم دنبال خانه. تازه در یک منطقه یک خانه رو پیدا کردیم ولی یا پول الله. ندارم. فرمایید. سلام علیکم. چاله چطور هستی تو؟ سلام. خوبی باشه ما. بخیر سلامت. بخیر سلامت. سلامتی. باشه بخیر خوبی؟ خوبی. یا باشه خوبه، میجیم. سلامتی، بخیری، سلامتی. بخیر. اذیت نکن خسرو. ایش میجم آدای. اذیت نکن بیشی خوبی دیگه پایمایت خوبه. شکر. تو جور بخیری؟ خدا را شکر. بچه تو خوبه خود تو خوبی؟ شکر خدا تر بشه انگیا پر خوبه یه تو بابه تو. خدا را شکر. سلام گو بسیار زیاد. نسگو خوبه خود تو خوبی. الحمدلله جور تشو سر خیر. شکر خدا بریگون تو خوبه دیگه. الحمدلله باشه خوبی تو؟ خدا را شکر. خوب باشه. خوبی سلامتی؟ بخیر باشی. سلامت باشه. جای بچه بچه خوبه؟ شکر. ما آمدیم تا از پیش آمدیم اینجا. پیش را رسید. و کجا بودی بچه؟ ما خصوصا همه خانه بودم هم در رفتم بازار یک دفعه یک کم خرید پرید کردم گفتم برم یک سردیم خوب برای هم که سیوا میستدم یک جبه سیو آوردم دیگه یک 5 برنج آوردم یک 2 کارتن روغو آوردم و دستمو درد نکنم خانه 4 ماه گوشت برای زمستو دیگه یک 2 قرار خشم میستدم اونجا مازدا پیدا نمیشه مقصد زنگ زدم یک دیگر گفت که ما بعد از ظهری میارم خب آره همون باز بعد از ظهری بار کردم میاره اینجا که اول باز زنگ دیگه بچه رایی که ما میخوالیم صحیح گپ نداره نه بچه خالی میکنه از افسون ما یکم میخواستم نخط کن تو خسر خب چیز تارا کردی کجا بودی چیکار کاروبار سر رقم خوب والله خوب. خورم دیگه بدک نیه بالاخره همون مای از اوی که دیگه دولت دواشید یکم معاشا پایین آمد قبلا خوبتر بود حالا مای خسر ما خانه امروز از خانه بدر کردم. بابا چرا اینکه یکش پایینش باری چرا خسر رو مقسم کلامونه تا چی روزه این امروز کلو خیز کردیم از سوی تبلیغه رفتم اینجا خانه رو پیدا کردم در سریجه بودم. خالق تو خیز که شلوار تو چه قدر بالایه این در خیز کردم پرش ده دیگه ندارم همی بود هم ترامت و خونوزو مستقیم در خانه اشما بودم چوشو برا که چند پیدا بیا باش چشم سعی کنم چای جو کردن چای جو بیا خب قصه کو مگه میگفتی آره خداشم نداره چی خرابه تنده سرشته بابا ما اشتباه که دختر از دادیم یک روز میاد یک بیرهی نداره یک روز روغو نداره یک روز خرد میده پرش من میگه خرما بشمن این بده نکشته نکشته خسر از چند از اون؟ بریز دیگه حالا قند کجا قندش نورده خند نمور میانم تومیش کردیم یا بچه میشه بخور خب اصلا نکنه کرده مثلا برو خند بیارم یک دونه خانه تازه چیز کردیم خریدیم در شرک جری کجایی خب همون را اگر چیز همی غریبه بدی واس خوبی خودت هم میدی بیدی چرا خالی نداره دیگه حالا تله سر شیده دیگه چاره ای نیست باید دیسچه بگیریم خالیه حالا ما هم تر همون هفته پیش یک دفعه هم تر یک جای رفته بودیم یک جای بندار بوده که یک از بچه ها گفت ما اون مخانی خود سودا منو ما رو خود ایران دیگه ما همون را
استادم آره دیگه استادم امورا حالا همین چیز که همین غریبه واجه نه خب همین ری که اونجا لکی حالا نداره خانه خامه قابه قندانی چیزی نداری دونه قندانی میرفتی و دندان بخون شیر کم اصلا نکنم میام خوش خندانی ما پیدا نتونستم خصوص ما امروز کلو خسته شدیم ما خانه رو پیدا کردیم در سریجر و هم کستا اونجا هم کلو منطقه گیرون و ما امروز من از خانه بازار کردم و بچه ما پاک در بروی امشب ما جای نداری هم یک خانه رو پیدا کردیم و هم در 5000 افغانی گفتک اجاره بعد گفت که 300 روپیه دیگه باید در ما بیدی ما یه نداشتم پول نداشتم طرف شیما اومدم خانه نرفتیم اگه داشته باشید ما را بیدید ما بریم شب جای نداری حالا بریل کسی چند است 2500 خوبش 3000 معمول بازار این بچه ها رایی میکنه خبر هم سکر نمیکنه یاره آره دیگه حالا کم گرونی هم شده مقصد همه چیزه نه این دفعه ما امروز وقت ماشینی بزرگ آمده بود بار خوب آورده بود دیگه من میستدم یک برنج استدم یک مکرانی از یه چیزایی استدم تا ماشین هست اونا برو داره بچه میداره توش کریم تام نه خب باجه تو سر خانه خوبی؟ خوب والا میگذره خوب خودش خوبه دیگه چند وقت میشید ما تو رید نایت و روزگار برا نمدانت هستیم خانه شما نمیشه او دیگه درگیری ما خود من چند مدت بود خانه نبودم پاک وظیفه بودم وقت نداشتم خصوصا ما سر کنم بریم تو چه کار نمیکنی؟ کار خصوصا ما کار نیست کار از جا کنیم کار نیه جای موری سر کار سر کار تو بی نمیده ما کارگر داری آره اونایی که کارگر داره اما کارگاراش کار داره نداره دوستو کارگارا کار از تو کار نیست بعد میشه داخله میشه نه که خاص خانه بیرون کنم را پول ندارم پیسه ندارم یا بریج تموم میشه روغن تموم میشه خب من دختر خودم قرار خرج ترام تا بینام دید دیگه ها امیره چیز کنم رایی بام دیوانی خورم میشه بدون خسور برو دیوان از بچه رو بگیرم کلو بالاخره روز تر میشه اما قشنگ ما یک جامو جای گرفتیم آدمو پول شد داده بیتونم برم دیوانی رمونم خوبه خود تو میدی دیوانی رمونم چه برو خیلی خانوازی بردک سعودی عرب بیشتر برو دیوانیشو بگیر دیگه خب اون بچه‌ها دخنم من بچه‌ها بخنه یارو جو کنم حالا خدا کریم خانه‌شو جور میکنی ورم تو را آره لگشتی نکن نگرد امیزی خون خسور نقل کردیم گفتیم در شرک جرکوره یک دانه خانه را خریدیم چند روز پیش اما را امیزی کلیش را تو را میدم برو اونجا که بیشی